در کالج طبی نوحی باباجان غفورов ملاقات سودمند میان کارمندان سود ولایت سوخت و سود نوحی باباجان غفورов با استادان و دانشجویان جهت شرح و توضیح پیام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی کشور، قانون‌های ملی عمل کننده، تحکیم احترام به ارزش‌های ملی و نقش قانون در تحکیم ثبات امنیت جامعه برگزار گردید. برآمدکنندگان تاکید نمودند که ولایت قانون پایه اساسی دولتداری حقوق بنیاد بوده، رعایت آن مسئولیت هر یک شهروند کشور به حساب می رود. حفظ ارزش‌های ملی همچون عنصرهای مهم خودشناسی و وحدت ملی مورد بررسی قرار گرفت. ابراز گردید که در شرایط جهانی شوی نگاه داشتن فرهنگ، عنعنه و سنت‌های ملی اهمیت مخصوص داشته، قانونگذاری در این سمت کفالت حفظ منفعت‌های ملی میباشد. همزمان در ملاقات به شرح قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک توجه خاص ظاهر گردید. ابراز گردید که اجرای طلبات این قانون نه تنها عهده‌داری‌های حقوقی بلکه مسئولیت اخلاقی پدر و مادر میباشد. تاکید شد که تربیت درستی فرزند زمینه تشکل جامعه سالم و پیشرفت کشور به حساب می‌رود. طبق طلبات کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، پدر و مادر برای تعلیم و تربیت فرزندان و فرزندان بالغ قابل مهنت برای نگاه و بین و تأمین اجتماعی پدر و مادر مسئول می باشند. و همگان معلوم است که دو قانون ملی که به واسطه با تشبث مردم جمهوری تاجیکستان قبول کرده شدند که آنها قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان می باشد. قانون مذکور مناسبت ها به مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک با مقصد تعلیم و تربیت کودک در روحیه انسان دوستی، افتخار وطنداری، احترام و ارزش های ملی، عمومی بشری و فرهنگی را تنظیم نموده به حفظ حقوق و منفعت های کودک روانه گردیده است. قید گردید که محض با سیاست خردمندانه، اراده قوی و زحمت‌های پیوسته پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مسئله سرحد با راه صلح‌آمیز حل گردیده، آرامی و آسودگی و ثبات کشور تامین گردید. این دستاورد تاریخی همچون کفالت امنیت ملی و رشد منبعی دولت ارزیابی گردید. ملاقات در فضای آزاد و سازنده برگزار شده، اشتراکچیان چنین واخوری را برای تحکیم رابطه‌های مقامات سعودی با جامعه، بلند برداشتن معرفت حقوقی و تحکیم حس مسئولیت شناسی شهروندان مهم ارزیابی نمودند.